ابتدا با تشکر از آقای صفا بکنیم و همه فعالین اقتصادی که الحمدلله با حضورهای استاندار مسائل خوب اقتصادی رو دارن پیگیری میکنن و یکی از اتاقهای خوب کشور. عرض کردم در جلسه که ما سه‌شنبه هفته گذشته جلسه ای رو با آقای رئیس جمهور و معاونینشون داشتیم به مدت 4 ساعت در جلسه غیر علنی و 2 تا موضوع مهم بحث شد. یکی بحث‌های ناترازی که در کشور در حوزه برق و گاز و حتی آب وجود داره و انشالله اتفاقات خوبی باید در آینده نزدیک بیفته. یکی هم بحث افزایش اختیارات استانداران در سراسر کشور با نگاه استان‌های جنوبی کشور. یعنی تأکید آقای استاندار این رئیس جمهور این بود که نگاهمون به استان‌های جنوبی و این همسایگی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره. عرض کردم که فکر می‌کنم این اتفاق خوب و بی‌نظیر برای ما حداقل در استان هرمزگان هست که نگاه مردم اینه که ما باید فعالیت اقتصادیمون بیشتر باشه، معیشت مردم بالا بره و وضعیت اشتغالمون انشالله بهبود پیدا بکنه. من با این نگاه و مرجعیت اختیارات استانداران که همین آینده نزدیک انشالله تحفیظ بشود اتفاقات خوبی قاعدتاً باید برای مردم استان هرمزگان انشالله باید بیفته و ما هم به عنوان مجمع نمایندگان استان تمام تلاشمون اینه که در هر شرایطی در کنار فعالین اقتصادی انشالله قرار بگیریم و با محوریت شخص استاندار موضوعات رو انشالله به صورت کلان و خرد انشالله پیگیری بکنیم.